من یوتیوبرم. کسی که هر روز باید دنبال ساخت ویدیو یا در حال ساخت اون باشه. فرقی هم نداره چی میسازی. تقریبا هممون مثل همین. من با گیم شروع کردم. یادم روزایی که هنوز شروع نکرده بودم همیشه استرس اینو داشتم که چطوری با جلوی دوربین اومدن و منتشر شدن چهرم و ویدیوهام داخل فضای مجازی باید کنار بیام. اینقدر مسخره بود افکارم که فکر میکردم اگه امروز ویدیو بذارم فرداش که از خواب بلند بشم همه منو میشناسن و انگشت نشونم میکنن و همین یه نوع استرس تو میجاد. میدونم واقعا مسخره. با این وجود که یه آدم ساکت کم حرف متمایل به درونگرا بودم و اصلا تو این فازا نبودم، ولی خب دلی عاشق این کار بود. ترس از بلد نبودن رکورد گیم پلی، صدا و تصویر که هیچ. از نداشتن یه لامپ ساده و میکروفون و فیس کم گرفته و عذاب وجدان اجاره کردن چندین و چند ساعتی یه اتاق کوچیک و یه کامپیوتر که 2 نفر از اعضای خانواده برای کار در عین حال از اون استفاده میکنه. حالا چی؟ کار ادیت، کاری بسیار تایمگیر. فشار کلاسای دانشگاه و اینکه مجبور بودم خیلی از روزا رو بهش اختصاص بدم از طرف خانواده و مخصوصا داداش کوچیکم. گاهی اوقات از خودم متنفر می شدم که چرا نمیتونستم مثل قدیم با خانواده اونجور که باید وقت بگذرونم. البته از لحظه استارت خوردن یوتیوب به بعد. از اونجایی که بیشتر تایم هر روز زندگیم از اون روز به بعد صرف یاد گرفتن و ساختن ویدیوهای مختلف شد و همین بار روانی خوبی بهت منتقل نمی‌کرد. و حالا در کنار همه اینا باید تامنیل زدن هم یاد میگرفتم. یعنی که اصلا نمیدونستم تامنیل چیه. دغدغه یه اینترنت خوب داشتن و یه VPN IP ثابت که براش 1 تا 2 روز مغازه‌های شهر و کل سایت‌ها رو گشتم. در نهایت مغازه‌ای که می‌خواستم رو پیدا کردم و هنوزم که هنوزه از همونجا VPN می‌خرم. هنوز یادم نرفته که اون قدیما برای جمع کردن و بپا کردن هر دفعه دکور چه عرقی می‌ریخت. از اونجایی که یه اتاق وجود داشت و من نمیتونستم تو اون یه اتاق تمام وسایل دکور رو همونجوری به حال خودش رها کنم، مجبور بودم برای اینکه از شلوغ بودن اتاق جلوگیری کنم اونا رو جمع کنم که با اعتراض بقیه هم روبرو نشه. در بسیاری از مواقع اتفاقا میشه. یادم بین 2 تا 3 ماه طول کشید تا چنل به واسطه اولین شورت ویدیو، اولین سابسکرایب و کامنت ها رو دریافت کرد. میدونم غیر منطقی، اما خب این یکی از بلاهایی بود که به سر من اومد. رفته رفته بقیه یوتیوبرهای همکار حوزه کاریم پیداشون شد. از ماه 4 به بعد پیدا شدنشون اوج گرفت. دل این دریای بزرگ که اسمشو یوتیوب میذاریم میتونستم به خیلی از یوتیوبرهای دیگه برخورد کنم. اون تعدادشون خیلی زیاده. ولی خب در نهایت روند آشنا شدن من با بقیه یوتیوبرها اینطور پیش رفت. خیلیاشون رو به یاد دارم که رفتن. خیلیاشون ناامید شدن ولی دوباره برگشتن. ولی بعد از یه مرحله برگشت دوباره رفتن و اون رفتن آخرین رفتنشون. خیلیاشون هم میشناسم که هنوز هستن و دارن مثل قبل تلاش میکنن. همونطور که قبلتر گفتم خیلی از یوتیوبرهای دیگه میتونستم باهاشون ارتباط داشته باشم و به اونا متصل بشم. اما خب در نهایت این زنجیره برای من اینطور شکل گرفت. یه ذره که بیشتر گذشت من حتی موزیک ویدیو هم ساختم. در واقع اول قرار بود یه تبریک ساده برای 50 سابسکرایبی شدن چنل به شیوه رپی باشه. اما بعدش که بیت بیبی ماندالا از پراس کانال رو پیدا کردم و تکستا رو با اون خوندم همه چی تغییر کرد. با گذر زمان هرچه بیشتر تغییر میکرد و این رو توی ویدیوها هم میشد احساس کرد، اما نمیدونم برای چی. بعدها که اسباب کشی کردیم تو خونه جدید یه اتاق 3-4 متری کوچیک
در حد اینکه بشه توش ویدیو و یا حتی لایو استریم به صورت راحت برگزار کرد وجود داشت و اون اتاق دقیقاً همین اتاقیه که من الان توش نشستم. به مرور لایو استریم گذاشتن رو یاد گرفتم و لایو های گیمینگ از آخرای مرداد 1403 بود که شروع شد و از اون موقع تا به حال حدود 80% چنل با لایو استریم پیش رفت و خیلی از مخاطبای جدید دیگه‌ای که اونجا توی چت اومدن و ما با هم آشنا شدیم. از حاشیه‌های چنل هم نگم که از اولین لایو استریم به بعد شروع شد. از فحاشی‌ها و ناسزاهای شدید من توی لایو استریم به همه اون افرادی که توی تمام این مدت سابقه چنل رو با کارهای منفیشون به گند کشیدن تا تمام اون درگیری‌های لفظیم با یه سری از مخاطبای خاص با شکستن حرمت و احترام چنل و شخص من همه چیزو خراب کرد. مدت زیادی کمدی ساخته میشد و فضای لایف ها بسیار متفاوت‌تر از فضای بقیه لایف ها میشد. همینطور سیمبای خارج از ماتریکس که مخاطبا اینو برای من ساخته. با گذر کردن زمان و گذشتن از این همه پستی و بلندی ها اوضاع میتونست خیلی بهتر باشه، اما خب متاسفانه نبود به خاطر اینکه حمایت ها پایین بود، نه اینکه حمایتی وجود نداشت. به هر حال هرچی هم بوده گذشته. من باید ادامه بدم تو هر شرایطی و هر موضوع. راستی اون 4 نفری که موفق شدن چالش مربوط به پیدا کردن اسم من توی یکی از ویدیوهای قدیمی رو متوجه بشن، اولی معراج NOS رونی اگزای، دومی NF مصطفی، سومی تایگر 2020 و در نهایت آخری سپهر از چنل شاه گیمز. من احسان حیدری هستم، متولد 18 بهمن 1382. سالگرد چنل مبارک.